گاهی رها کردن سخت‌ترین کاریه که باید انجام بدی، اما درست همون کاریه که بیشترین تغییر رو توی زندگیت میاره. وقتی چیزی رو که دیگه به کارت نمیاد نگه میداری، در واقع خودت رو توی همون نقطه نگه میداری. هیچ رشدی اتفاق نمیفته، هیچ تغییری نمیاد. رشد به فضا احتیاج داره. آیندت منتظرته، اما تو با دست‌های پر از گذشته نمیتونی واردش بشی. رها کردن یعنی جا باز کنی برای چیزهای بهتر. رها کردن یعنی اجازه بدی دردهای قدیمی، آدمهای اشتباه و خاطره‌های سنگین از روی شونه‌هات برداشته بشن. رها کردن شکست نیست. رها کردن یه پیروزیه، یه انتخاب شجاعانه برای ساختن فردای بهتر. آینده تو منتظرته و تو لیاقت داری سبکتر و آزادتر واردش بشی. پس همین حالا شروع کن. یه نفس عمیق بکش و گذشته رو رها کن. به استقبال آینده‌ای برو که پر از امید و فرصت‌های جدیده. آینده تو منتظرته و تو لیاقت داری سبکتر و آزادتر واردش بشی. پس همین حالا شروع کن. یه نفس عمیق بکش و گذشته رو رها کن. به استقبال آینده‌ای برو که پر از امید و فرصت‌های جدیده. ممنون که تا اینجا با من بودی. اگر ویدیو رو دوست داشتی لایک کن، نظرت رو بنویس و سابسکرایب یادت نره. با هم ادامه میدیم.